55 دقیقه است همه اینجا جمع شدن که ببینیم روند بازی چجوریه. برامون که توضیح دادن میریم برای شروع بازی. ببینیم چی میشه. به چارچوب رو و تازه وارد چارچوب پیدا بودو خوشگله اینجا. تازه وارد چارچوب. I'm new here. همینه عکسشو بفرست. ما رفتیم گستو. ما قبول شدیم از گستو چیز برداریم. باید بریم گستو با یه مدل عکس بگیریم. Run. Run. کاهش وزنتون که تضمینیه. این خیلی قشنگه. آماده؟ 3 2 1. تموم کردیم؟ به ما هم بگین سناریو چند بودی؟ سلام. تیم گابی. به کی برو و اختراع جیمز استارلی رو پیدا کن. کی هست؟ یه دقیقه گوگل کن ببینیم جیمز استارلی کیه؟ دیدی آقا بهش کردن. خدا ناراحت ترین بگیم. 315 چی رو باید پیدا کنیم؟ سلام کنتور باز سرچ کنیم چیه؟ ولی یادم میره. یادم رفته. تمام شد دیگه. توی نظرسنجی شرکت کنیم و خب مرسی. تمام شد دیگه. ما همه رو انجام دادیم. البته که فکر کنم آخرین نفری که تمام کرد ما بودیم. کی برنده میشه به نظرتون؟ قراره که برنده ها رو اعلام کنن. نمیدونم واقعا نفر چندم قراره بشم. اصلا نمیدونم برنده میشم یا نه. ولی خب روال به این صورته که 3 تا سناریو بود. از هر سناریو 2 نفر برنده میشن. بعد دیگه بون خرید بهمون میدن و میتونیم که از برندای بلدر آردکیش بریم خرید بکنیم. بریم ببینیم که کی برنده میشه. آقای آریا صادقی بفرمایید. یک ساعت و نیم بود. فقط 1 ساعت و نیم. ولی خوش گذشت. خیلی خوش گذشت. من واقعا میام. پس فردا هم میام. جمعه میام. انقدر میام تا برنده بشم. خب دیگه خوش گذشت بچه‌ها. امیدوارم دفعه بعدی ببینیمتون. مراقب خودتون باشید.